با درود از رادیو زودی به همه شما بینندگان عزیز، امروز 12 август است و برای شما روزگاری پر از خوشی را تمنا داریم. حالا ساعت به وقت پراگ هفته صبح نوید بامدادی رو من شالو گلخوجه تقدیم شما عزیزان میکنم و سپاس میگویم که با ما هستید و برایتان برار میخواهیم. و اکنون توجه کنید به خبرها. آمار قربانیان کرونا نو در تاجیکستان تغییر یافت. وزارت تندرستی در شبانه روز گذشته 44 حالت نوی صورت کووید 19 و فوت یک کس دیگر را از بیماری همگیر تصدیق کرد. در عموم شمار جانباختگان از 30 اپریل تا 11 август به 63 نفر رسید. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی تا حال بیش از 7870 نفر به کووید 19 گرفتار شدند. هرچند شبهه دایر به آمار رسمی زیاد می باشد. به اطلاع وزارت تندرستی 6653 نفر یا بیش از 84% بیماران شفا یافتند. این در حالی است که تعداد گرفتاران بیماری کووید 19 روز سه‌شنبه در سراسر جهان از 20 میلیون هم گذشت. کرونا ویروس نو تا حال زیاده از 737,000 نفر را کشته است. بیش از 12 میلیون و 400 هزار کس تبابت یافتند. در همین حال دیروز ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه اعلان کرد که حکومت این کشور به استفاده واکسینه ضد کرونا ویروس اجازه داده است. ولی کارشناسان به این دستاورد با شبهه می‌نگرند، زیرا آزمایش این دوا طبق معیار سازمان جهانی تندرستی تاکنون به آخر نرسیده است. 11 август در جلسه حکومت روسیه پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین گفت کشورش استفاده یک واکسن استحصال وطنی برای جلوگیری از کرونا ویروس را اجازه داده است. آزمایش کلینیکی این واکسن انجام نیافته و معلومات درباره آن در رسانه ها نشر نشده است. در سراسر عالم بیش از 100 واکسن کرونا ویروس آزمایش می شود. در بین آن کمش 4 واکسن در مرحله سوم آزمایش قرار دارد، یعنی تأثیر آن در جسم انسان ها تفتیش می شود. بر پایه معیارهای سازمان جهانی تندرستی عادتاً مرحله سوم هزارها نفر را در بر گرفته چند ماه دوام می کند. روسیه اولین کشور عالم است که رسما واکسن کرونا ویروس را به قید گرفت. دانشمندان در روسیه و بیرون از آن به این اقدام با شبهه می‌نگرند، زیرا این واکسن از مرحله سوم آزمایش نگذشته است. هفته گذشته سازمان جهانی تندرستی از روسیه دعوت کرد که طبق معیارهای اعتراف شده تمام مرحله‌های آزمایشی را گذراند تا واکسن واقعاً بی‌خطر حاصل شود. اما پوتین اصرار می‌ورزد که واکسن بی‌خطر است و گذرانیدن آن با رضایت هر فرد صورت خواهد گرفت. پرزیدنت روسیه می‌افزاید واکسن ثابت کرد که مؤثر است و در جسم انسان مسئولیت دوامدار ایجاد می‌کند. و یکی از دخترانم این واکسن را گذراندند و او خود را خوب حس می‌کند. حکومت روسیه تاکید کرد که در نوبت اول واکسن به خادمان ساحه طب، معلمان و دیگر کسب‌های شبیه مواجه با ریسک پیشکش می شود. طبق آمار دانشگاه امریکایی جان هاپکینز در روسیه نزدیک 860,000 نفر گرفتار کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 بوده، بیش از 14,300 نفر از این بیماری هلاک شدند. خبرگزاری تاس از موقتا بسته شدن بازار توپلیستان شهر مسکو خبر می‌دهد. سبب بسته شدن بازار با معلوم کردن مهاجران غیرقانونی مربوط دانسته می‌شود. سامانه اخبار کام از قبل تلگرام کانال پادیوم درباره ادامه ریدهای کارمندان FSB پلیس و روسگواردیا در این بازار می نویسد. به قبل منبع روز گذشته نیروهای امن تمام راههای درآمد و برآمد بازار توپلیستان را بسته، مقامات بازداشت اعضای گروهی را که به تقلب صنعت‌ها مشغول بود یک هدف اساسی عملیات نام می‌برند. نوار رید در تلگرام کانال پادیوم نشر شده است. در بازار توپلیستان ریدهای مقامات انتظامی از اول همین ماه و بعد آن آغاز شد که گروهی از مهاجران تاجیک روز 1 август نگذاشتند که یک هموطن آنها از جانب کارمندان پلیس دستگیر شود. حامیان حقوق گفتند تا امروز در این بازار تقریبا 300 مهاجر اساساً زادگان تاجیکستان دستگیر شدند.
همچنین سامانه اخبارکام می‌نویسد که دیروز در شهر اوبنینسک ولایت کالوگا نیز بر ضد مهاجران رید برگزار شده است. پلیس این منطقه گفته است که در جریان عملیات 67 شهروند تاجیکستان و ازبکستان دستگیر شده، 45 مورد ویران کردن قانون‌های مهاجرت روسیه آشکار گردیده است. در این دقایق صحبت برای شما بینندگان عزیز در مسئله پرواز منتظم و مرز تاجیکستان و روسیه گفتنیم که یگان ناوگانی در این زمینه نیست. فعلا تنها پروازهای چارتری برای آوردن شهروندان درمانده تاجیک از روسیه به وطن عملی میشوند. همین گونه مرزها برای روایی نقلیات همانا بسته باقی میمانند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن جنایت خبر می‌دهد که زمان جنگ شهروندی صادر گردیده است. به گفته وزارت کشتار بیرحمانه از جانب گروه متشکل جنایتی سال 1993 انجام شده است. در خبرنامه آمده است کارمندان میلیسیا معین کردند که پیش دستگیر شده مرد 60 ساله ساکن جماعت دهاتی قزلقلعه نویه خراسان با مسئولیت پیشکی با اعضای گروه متشکل جنایتی سازمان دادش و با سلاح آتشفشانی автомати تمغه کلاشنیکوف مردان 50 و 59 ساله ساکنان شهر دوشنبه را در داخل автомاشین شخصی یکی از آنها نگاه داشتند. بعداً 3 ینوری همان سال با سپارش گمانبر شونده مرد 72 ساله ساکن دهات قزلقلعه و 2 نفر شخصان سلاحداری با تفتیشات پیشکی نامعلوم هر دو جبر دیده را با مقصد کشتار به ساحل دریای وخش برده با استفاده از تپانچه مکارف به طرف نامبردگان تیرخوری میکند. در نتیجه یکیشان به هلاکت میرسد و نفر دیگری برای نجات یافتن خود را به دریای وخش میپرتاید. وزارت کارهای داخلی اسم پیش دستگیر شده و قربانی او را نآورده است، ولی ظاهرا سخن درباره خوجا کریموف یک فرمانده سابق فرانت خلقی میرود که ماه فوریه از دبی استرداد گردید. شب گذشته در بلاروس اعتراضهای مخالفین حکومت ادامه داشتند. پلیس تعینات خاص با استفاده از گاز اشک‌آور و تیرهای ریزینی اعتراضگران را پراکنده کرد. نوارهای زیادی در این باره در شبکه‌های اجتماعی جای داده شدند. خبرنگاری رادیو آزادی در بلاروس میگوید پلیس آدمانی را که در کوچه سیر میکردند و یا ماشین میراندند بازداشت مینمودند. در عمل این یک قید شبگردی بود. دیروز نامزد مخالفین سویتلانا تیخانوفسکایا بلاروس را ترک نموده به لیتوا هجرت کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات الکساندر لوکاشنکو را نامزد پیروز در آوازدهی 9 آگوست نامیده است. در اعتراضهای 3 روزه اخیر که بعد اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی برگزار شدند بیش از 5000 نفر دستگیر گردیدند. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید ساکن 14 ساله دهات قشات نویه لخش در دریا غرق شده است. این حادثه روز 10 آگوست به عمل آمد. نورس با دوچرخه به دریای قزلسو سرازیر شده به هلاکت میرسد. جسد پسر بچه را از موضع میرزا قشتاو حدود جماعت دهات پیلدون نویه لخش پیدا کرده به والدانش سپردند. یک صدمه نقلیاتی باعث هلاکت و زخمی گردیدن چند نفر شده است. صدمه روز 10 آگوست در روی دوشنبه کلو به وقوع پیوست. بر اثر برخورد 2 ماشین تویوتا کارولا و اوپل استرا در حدود جماعت به نام کریم اسماعیل فی شهر وحدت 2 مسافر زنی 37 ساله و نورس 14 ساله در جای حادثه به هلاکت رسیدند. هر دو رانندگان ماشین ها و 2 مسافر دیگر زنی 30 ساله و کودک نوزادش مجروح شدند. گفته می شود همه آنها ساکنان شهر کلو بودند. سر از امروز در 2 ورزشگاه شهری لیسابون پرتغال قوازمویی چورک نهایی جام قهرمانی اروپا آغاز می‌یابد. امروز دسته اتلانتا از شهر برگامو ایتالیا با تیم پاریس سن ژرمن فرانسه روبرو می‌شود. بعد دسته آلمانی لیپزیگ با اتلتیکوی مادرید قوازمویی خواهد کرد. روز پنجشنبه 14 آگوست بارسلونا با باواریا و 15 آگوست منچستر سیتی با لیون قوازمویی می‌کنند. امسال سبب سرایت کرونا ویروس این مسابقه از ماه مارت متوقف شده بود. حالا با قرار اتحادیه اروپایی فوتبال یوفا مسابقه در یک کشور و در شکل مختصر دایر می شود. بینندگان عزیز تفصیلات بیشتر در این باره در نشرهای بعدی پیشکش شما خواهد گشت.
و حالا برایتون از قرب آثار خارجی میگویم که از طرف بانک ملی برای امروز چنین تعیین شده است. $1 10 سومانی و 31 درم است. 1 یورو 12 سومانی و 16 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 140 سومانی و 50 درم تعیین کرده است که نسبت روز گذشته 10 درم کمتر می باشد. این چند خبری توضیح بود که من برای شما در این صبح بر وقت گفتم. با خبرهای بیشتر از این 3 ساعت پس من شما رو در همین جا منتظر میمونم. تا اون وقت خود را احتیاط کنید.